مهدی شب سال نو بسیار زیاد خوش بود. همراه پسر دیگه همراه حکیم جان 5000 از خانه گرفت. بازار رفت 2 جوره کالا برای حکیم خریده بود و 1 جوره کالا بر خود خریده بود. شب پسرم خانه آمد گفت مادر ما 2 جوره کالا برای حکیم خریدیم چون که پدرم نیست. پدرم نیست، دل برادرم ناامید نشه. مهدی بسیار یک بچه خوب بود. در هر کاری بچه علاقه داشت و هر کار میتونست که پیش ببره. پهلوان بود، قاری قرآن بود، صنف 10 مکتب بود. در مکتب عبدالعلی مستقنی درس میخواند. زنگ زدیم تلفنش خاموش بود. باز از شفاخانه بر ما زنگ آمد. از شفاخانه زنگ آمد بر کاکایش که مهدی زخمی است. باز کاکایش اوناش مامایش که بر آمدن که رفتن شفاخانه باز مهدی رو یافتن. خاطر خوشی شوای سال نو قالینا رو میششت. بسیار زیاد مذاق کرد. پای پاها گرفت دستن خود همراه بچه همسای ما عکس گرفت. خاطره های خوش بسیار زیاد است. بر مادر هر لحظه خاطر اولاد تلخش برش خوش است. چه خاصه که خاطر خوش بود.